الرحمن الرحیم. در این جلسه سر اپلود کردن یک عکس هر شاگرد یعنی اضافه کردن هر شاگرد در دیتابیس کار میکنیم. خیلی به خاطر این کار ما یک دانه بتن میگیرم و سر بتن کلیک شو باید امو چوز یک فایل چوز کنیم. جی چیز فایل میگیریم. خیلی اینجا ما یک دانه بتن گرفتم. خب قسمی که شما میبینید ما یک دانه بتن گرفتم و یک دانه لیبل و در داخلی بتن ما صرف قسم کردم که سری کلیک شو باید جیو فایل چوزر بگیره و نام برش دادم پک. خب و دیجا هم همو پک ما پس ایره شو کردم ایره رن میکنم. خب ما میخوایم وقتی که ایره کلیک کنم باید دیجا از نمو لیبل لیبل باید ادرسش شوه نوشته شوه. خیلی به خاطر این کار دم بتن سر بتن کلیک میکنم و برشان میگم pick dot get selected file. ای فایل امو selected فایل چی میکنه؟ اینمی میتود selected فایل میگیره. خیمه ایره در یک فایل ذخیره میکنم. یک دیتا تایپ فایل میگیرم برشان میگم که source و ای فایل ما شما باید ایمپورت کنیم. خیلی برشان میگم که نام لیبل ذکر میکنم. نام لیبل ما شما از جی لیبل 7. خیلی برشان میگم جی لیبل 7 دات set text و در داخل set text نمی سورس نوشته میکنم سورس. ایرار در بخاطر ایرار در که در لیبل ما شما حروف جایگزین کرده میتونیم. خیلی بخاطر این کار برشان میگم این سورس با string تبدیل کو تو string. وقتی که پروژه را مرن کنم و دیجا آرت استودنت بیایم خب ای کمی تر بتن قسم میکنم که در دیزاین بتن در نمی قسمت میاره. خب آلی رن میکنیم میایم در آرت استودنت و سر براوز کلیک کنم میبینید که دیجا برای ما شما امو فایل میاد. وقتی که سری فایل ما کلیک کنم ببینید که ادرسش هم دیجا نوشته میشه. خب ایره بند میکنم میایم در دیزاینی صفحه را کمی کلان میکنم که هر چیز جای شود. یا اقسم میکنم مکمل صفحه باید بزرگ شود. خیلی بخاطر مکمل صفحه بزرگ کردنم شما یاد بگیرین که در کانسترکتور بیاین در داخل کانسترکتور بگوین که this dot set extended set و در اینجا نام فریم نوشته کن. نام فریم و پروژه کلاس ماست فریم dot maximize both اینمی نوشته کنین. وقتی که رن کنین مکمل صفحه براتون چی میکنه میگیره. خب وقتی که مکمل صفحه را گرفت ما میگویم که پنل هم شوه پورا بگیره. خیلی قسم میکنم که پنل پایین کش میکنه. ایره پایین میارم حال پنلم برشانم میگیره. ایرم پایین کش میکنم. ایره هم پایین کش.
وقتی که رن کنم ببینید تا این قسمت دیزاین برای ما شما آمد. سریع اد استودنت کلیک میکنم، در اینجا اد استودنت باز میشه. خب وقتی که سر براوز کلیک کنم ببینید در اینجا برای ما شما صفحه میای ادرسش هم مکمل نوشته میشه. خب ما میخوایم در اوجه تنها باید هر کس که میایه باید تنها عکس خود انتخاب کنه، دیگه چیز انتخاب کرده نه تنها. خب به خاطر این کار برشان میگم ببینید سورس ما شما فایل ادرس ما شما در اینجا ذخیره است. خیلی برشان شرط میتم اف یا یک قسم میکنم نامش میگیرم فایل یک استرینگ میگیرم استرینگ نامش میتم که فایل نیم و در اینجا از سورس نامش میگیرم سورس دات گت نیم. خب اینجا اکستنشنش هم میگیرم که شما خوانده بودین. من نام میتم اکستنشن اکستی در اینجا فایل اقسم نشته کنم که باز. خب وقتی که از ما میخوایم از فایل انمی نیم اکستنشن تنها بگیرم، خیر شما خوانده بودین که فایل نیم دات سب استیار و در اینجا از ایندکسی که نقطه شروع میشه اکستنشن باید شوه جدا شوه. خیلی برشان میگم لاست ایندکس آف از کدام ایندکس پیدا کنه داتا. خیلی را یکم امرش جمع میکنم که داتا امرش شان نبیاره. خب برشان شرط میتم if اگر enemy ext dot equals چی بود jpg بود or ext dot equals مساوی به png بود یا ext dot equals مساوی به jpeg بود. وقتی که نمی کار بود برای ما شما تو چی بگو اوندمون لیبل ادرسشه کنترل اکس اما ادرسشه تعیین بکو. اگر نبود else شرط برشان میتم else اگر نبود برشان مسیج بده که جی اپشن پن دات شو مسیج دیالوگ برشان مسیج بده که فایل نات ایمیج. وقتی که پروژه را رن بکنم میبینید که مثلا در اینجا اد استودنت بیایم براوز انتخاب کنم و اینجا پی دی اف انتخاب کنم میگه فایل نات ایمیج و هیچ ادرس نمیگیره. خب اگر فرض مثال ما در اینجا در دسکتاپ بیایم و یک عکس انتخاب بکنم این خب عکس نبود مثلا در اینجا در دسکتاپ یک چند دانه عکس هست این پی جی را انتخاب میکنم و اوپن میگم ببینید که ادرس میگیره. خب وقتی که ادرس گرفت یعنی چک میکنه که عکس هست یا نیست. خیلی اگر عکس بود ادرسش میگیره اگر نبود نمیگیره. خب وقتی که ادرس گرفت باید دیجا بیایم وقتی که عکس میگیریم باید اتومات دوجا فایل کاپی دیجا من نوشته میکنم نل اقسم اگر نبود دیجا نل نوشته کنم. خب وقتی که سری کلیک میکنم تنها ادرس بگیره عکس در یک جای کاپی نکنه. وقتی که سری اد کلیک میکنم باید در اونمو وقت عکس چی کنه کاپی کنه هم در دیتابیس و هم در
هم در دیتابیس کاپی کنه و هم در یک فولدر در پروژه ما شما. خب به خاطر این کار من سری اد کلیک میکنم. باید در این سری بطنی کلیک شد باید عکس کاپی کنم. خیلی اینجا من یک فایل میگیرم. فایل برشان میگم که دستینیشن و برشان میگم نیو فایل. در اینجا امو ادرسی پروژه ما شما برشان نوشته میکنم. خیلی پروژه ما شما ادرسش در داکومنت است و بعد از او در اینجا در نیدیبینز پروژکت و در اینجا آنلاین کلاس پروژکت در SRC و در اینجا یک فولدر جور میکنم که ایمیج و ایرم باز میکنم مکمل ادرسش کاپی میگیرم و در این اینجا پیست میکنم. یک دانه بکسلش هم میمونم که باید در داخل ایمیج شد. خب به خاطر این این مکمل کار ما شما شد. این ایرر داره. به خاطر ایرر داره که در ایرر باید در به شکل حروف ما شما نوشته کنیم. خیرم در داخل string نوشته میکنم. حال میرر داره. ما ببینم. خب این ما شما گفتیم که دو دانه بکسلش باید بگیریم. یا اگر از اول ما از حروف بگیرم اتوماتی را دو دانه بکسلش میده. در اینجا داخلش کاپی میکنم. خب مقصد ما شما تعیین شد. این کودی است که دیتابیس کاپی میکنه و اینزرت میکنه. ایره شما ایره براتان کار کرده بودم. خب وقتی که سری کلیک میشه باید اکت شوه کاپی شوه. خب یک دانه فایل دیگه میگیرم به نام سورس و ایرم نیو فایل ادرسش تعیین میکنیم. خب دستینیشن مو ادرسی است که ما شما عکس دوجه میبریم و سورس از کدام جای میگیریم. خب وقتی که کدام جای میگیریم ادرسش ما شما در لیبل تعیین کرده بودیم. در اینمی لیبل ادرسش مکمل چی میکنه میایه در اینمی لیبل. خب وقتی که در این لیبل ادرس میایه خیلی نام لیبل میگیرم برشان میگم که از اینمی لیبل تکس چیکو کیت کو ادرسش دیجا تعیین میشه. خب و این ببینید ادرسی مقصد ما شما آنمو جایی که عکس کاپی میکنم و ادرس سورس از آنمو ادرسی عکس است. ادرسی عکس ما شما در اینجا سیت کرده بودیم. خیلی حالی برشان میگم که فایلز دارت خب این فایل باید ما شما دارت کاپی و دیجا اول ادرس سورس و بعدن ادرس دستینیشن ما شما تعیین میکنیم. دستینیشن. خب ایرر در بخاطر که سورس کی است فایل است ایرر باید با یک ادرس دادن دات تو پات و دستینیشن هم دیتا تایپش فایل است ایرر باید با پات تبدیل کنیم. خب حالی بخاطر ایرر داره که ایرر باید در داخل ترای و کیش بگیریم. ببینید که ما در داخل ترای و کیش چی کردم گرفتم. خب ببینید دیجا یک مسیج هم برشان میگم که جی اپشن پن دارت شو مسیج دیالوگ و بگه که اپلوډول وقتی که مثلا این را رن بکنم در استودنت بیایم و مثلا نام باشه احمد دیجا باشه خان
دیجا مثلا 12 400 و مثلا دیجا ایره نوشته کنم و بیایم در براوز یک دانه عکس انتخاب بکنم. خب دیجا ببینید ما و شما یک دانه اشتباه کردیم، او را باید ببینم. میایم در student ببینید دیجا ما مشخص نکردم که با کدام نیم ایره چی کنه کاپی بکنه، با کدام نیم. خیلی این دستینیشن با ایده نمیجا میگیرم، با کدام نیم نامش تعیین نکردیم. خیلی با کدام نیم بروه از سورس، از اینمی سورس نیم چی کنه get name از با نمونه برو که در سورس هست دیگه، این را کانکتینیت میکنم. ببین از اینمی ادرس نامش را گرفتم دیگه، با نمون نام چی شوه برو در دیتابیس. خیلی آلی رن میکنم. وقتی که در student بیایم مثلا احمد باشه، خان باشه، مثلا 12 400 مثلا اینمی باشه و در دسکتاپ بیایم یک عکس انتخاب بکنم. انتخاب کردم و سری اد کلیک میکنم، میگه اپلودید، میگه اد. این اد خب به خاطر مسیجی اد بود. ببینید ما دیجا آمدم، این ما عکس ما شما دید شد آمد. خب عکس ما شما چی میشه؟ اپلود میشه. خب ما در میایم در داخل زمپ خود و میرم در MySQL یک دانه کالمی عکس در اینجا چی میکنم؟ اضافه میکنم. میایم در آنلاین دی بی یک دانه کالم در student چی میکنم؟ اضافه میکنم. خب به خاطر اضافه کردن کالم میایم در SQL و نوشته میکنیم که alter table. کدام تیبل؟ اینمی student. بعد از او نوشته کنیم که add، فقط add. بعد از اون نام کالم من نوشته میکنم که پیک و دیجا دیتا تایپش هم تعیین کنید ورچار. چقدر مثلا عکس شاید نامش بزرگ باشه تا مثلا 255 کرکتر آخرش میگیره. وقتی که ایرا کلیک کنم ببینید که دیجا برای ما شما کالم شد اضافه شد. خب وقتی که کالم اضافه، این کالم رو براتون پس دلیت میکنم. میایم در استرکچر و پیک انتخاب میکنم، میگم دراپ، این کالم دلیت میکنم. خب از سر کالم اضافه میکنم. این التر تیبل استودنت برشان میگم اد کو. برای ما کدام کالمه؟ به نام پیک. دیتا تایپش هم باشه ورچار و 255 کرکتر. ای اگر ما شما پیش از پیش دیتا داشته باشیم، اگر او مکمل خالی میگیره. خیبرشان یک میگم دیفالت، قیمت دیفالت. اگر کسی انمی پیکچر قیمت نداد، دیفالت قیمتش تو چی بده که انمی مثلا no.png مثلا انمی نوشته که برش. ببینید ایره رن کنم کالم اضافه میشه. وقتی که اونو دیگه دیتام چی میکنه؟ no.png میگیره دیگه، اونو قیمت دیفالت هم میگیره. خب کالم ما شما چی شد؟ اضافه شد. و میایم ببینید اول ایره قسم میکنم، خود را داخل برتن کار میکنم. عکس اضافه میشه و ما میخوایم اید باید در دیتابیس هم چی شوه؟ اضافه شوه. خیده ایجا برشان میگم که یک string میگیرم و برشان نام میتم که فایل نیم.
نام فایل چی باشه؟ از سورس از نمی ادرس نامش بگی get name. خیلی اینجا می قسم کار میکنم که سورس دات گت نیم حالا نمیگم، نام این فایل ما تعیین میکنم. نام فایل ما در مکمل در اینجا در فایل نیم چی کردم؟ ذخیره کردم. خیلی برشان میگم که در اینجا امرایش تو چی بیار؟ فایل نیم بیار با خاطر که یک قیمت بود دیگه. خب ما نام فایل دیگه چی کردم؟ مکمل گرفتم. خب ما میخوایم این در دیتابیس هم باید شوه انزرت شوه. خیلی کیوری ما شما یک قسم است که انزرت انتو استودنت فی ان تیچر. خیلی دیگه ما یک کالم اضافه کردم دیگه. نام کالم ما شما چی بود؟ نام کالم ما شما پیک بود. پیک. یک کالم دیگه هم دیگه چی کردم؟ اضافه کردم. خیلی دیگه هم یک سوالی دیگه اضافه میکنم دیگه، بخاطر که کالم هم یک سوالی داشته باشه. خب کیوری ما شما در کجاست؟ در st است. برشان میگم st dot set string. سوالی دیگه که دادیم باید حروف باشه دیگه. با کدام سوالی ششم. ببینید سوالی ششم است اینجا. 1 2 3 4 5 6. تا سوالی پنجم ما شما قیمت داده بودیم، ششم قیمت ندادم. خیلی ششم کدام قیمت میتی؟ فایل نیم. نمو فایل نیم میره در دیتابیس. با کدام نیم که در فولدر میره، با اونو در کجا میره؟ در دیتابیس میره. وقتی که مثلا پروژه را رن کنم، فریم رن کنم، میایم در اد استودنت و دیجا مثلا نام باشه راشد مثلا خان 200 مثلا 20 200 این مثلا باشه. یک عکس برشان انتخاب میکنم در دسکتاپ، مثلا یک عکسی باشه، مثلا اینمی عکس باشه. اد میگم اپلودید، عکس هم اپلود شد و دیتابیس یک شاگردم شد اپلود شد. خب ببینین ما دیجا اگر رفرش کنم، ببینین راشد خان مکمل عکس هم دیجا چی شد؟ نام عکس آمد. چی آمد؟ نام شاگرد آمد. خب میبینین عکس ما اپلود میشه در فولدر دیجا و نام شاگردم چی میشه؟ اپلود میشه. خب وقتی که ببینین پروژه را شما ببینین، من میگم all student، سری هر شاگرد ما کلیک میکنم دیجا باید شوه مکمل ریکارد دیجا بیایه. سری هر شاگرد کلیک میکنم در دیجا در بغلش هم عکس معلوم شد. سری کلیک میکنم باید دیجا عکسش معلوم شوه. خب ببینید دیجا در all student ما بیایم در داخل سورس، ما شما کد در کانسترکتور آلیستی نوشته کرده بودیم. ببینید کیوری را ما شما اقسم نوشته کردم که از دیجا کیوری را ایجا کاپی میکنم، در زم برتان رن میکنم، پس دیجا میارم. خب ما شما کیوری را که شاگردا را سلکت میکردیم، ببینین برشان گفته بودیم که سلکت کو دو دانه تیبل با هم جوین کرده بودیم. با استودنت ما نام اس داده بودم، در تیچر تی ای را در ویدیو دیگه براتون کار کرده بودم. از استودنت آیدی را گرفته بودیم، نیم، نام پدرش، ایجش، فیسش، از تیچر تا نام میشه. وقتی که ما رن کنم ببینین اینمی چیزا را میگیره. من میگم دیجا عکس هم چی کنه بگیره. خیلی عکس در استودنت هست دیگه. خیلی یک برشان میگم اس دات پیک هم امرایش چیکو بگی کامه. وقتی که رن کنم ببینین دیجا عکس هم چی میکنه میگیره. خیلی اس دات پیک بعد از تیچر برشان میگم کاما اس دات پیک. وقتی که من رن کنم ببینید دیجا عکسش هم چی میکنه میگیره. خیلی با جای او کیوری
اینمی کیوری من نوشته میکنم که عکسم باید در جدول چی کنه بیاره. وقتی که فریم ما رن کنم میایم در آل استودنت ببینین عکسم چی میکنه در اینجا میاره. خب من میگم سری هر نفر کلیک میشه باید در اینجا ریکارد سلکت شوه و عکسش بیایه در اینجا در اینمی قسمت. خی بخاطر این کار من میایم سر تیبل در داخل تیبل آلیستی در دیزاین سر تیبل رایت کلیک میکنم و میایم در بخش ایونت برشان میگم که ماوس کلیکت. وقتی که ماوس کلیک شد باید دیجا جی اپشن پن نشان بده. جی اپشن پن دات شو مسیج دیالوگ و دیجا نوشته کنه که کلیک. وقتی که پروژه را رن بکنم میایم در آل استودنت سری کلیک کنم میای کلیک سریم کلیک کنم میای کلیک سری کلیک کنم میای کلیک. خب تا قسمت پروژه ما شما صحیح پیش میره میایم در آل استودنت برشان میگم که وقتی که سری کلیک شد باید ریکارد بگیرم برای من معلوم کنه که کدام کالم ما سلکت کردن کدام رو را. خاطر این کار نام تیبل ما شما میبینیم از این نمی تیبل برشان میگم که دات get selected رو و ایره برای ما شما یک عدد تعیین میکنه. چی تعیین میکنه؟ یک عدد تعیین میکنه و این عدد دیجا اینتیجر دیتا تایپ ایره شما در خواندین در اپدیت کردن جدول در صنف که براتان کار کرده بودم برایشان میگم که select اینمی نام برایشان دادم. خب باز نام تیبل dot get model باز برایشان میگم که get value at نام اونو سلکت برشان get value at دیجا عدد برشان تعیین میکنیم. خب در get value at ببینین اگر من را اثر براتان نوشته کنم get value at برای ما ویلیو را گت کو دیجا نام امو نمبر رو را کدام رو انتخاب شده خیر کدام رو که انتخاب شده را در وریبل سلکت ما شما نوشته کرده بودیم و میخوای از کدام رو دیتا را بگیری. ما میخوایم دیتای روی که دیجا نام کالم نوشته میکنه از کدام کالم ما میخوایم دیتای کالم چهارم بگیرم و ایرا در یک وریبل براتان ذخیره میکنم. در وریبل مثلا دیتا تایپش استرینگ میگیرم برشان میگم که مثلا استرینگ نیم برشان میگم. خب این به خاطر ایرار داره که به شکل ابجکت است و ایره ما به دات تو استرینگ میگم ایره به استرینگ تبدیل کنم و اینمی استرینگ براتان در جی اپشن پن نشان میدم. جی اپشن پن دات شو مسیج دیالوگ و دیجا برشان میگم که نیم برای ما پرینت کو. این اینمی گیت مدل و گیت ویلیو آتا شما در صنف براتان کار کرده بودم در ویدیوی ما چند در اپدیت کار کرده بودم. خب فریم رن میکنم میایم در آلت استی سری کلیک میکنم ببینین ریکارد روی امو کالم چهارم برای ما شما نشان داد. ببین 0 1 2 3 4 از صفر شروع میشه 0 1 2 3 4 چهارم برای ما شما گرفت. خب من چهارم کار ندارم پنجم و ششم کار دارم کدامشه ششمشه. خی به خاطر این کار میایم دیجا در آلیستی برشان میگم 4 برای ما نگیر 6 بگیر. وقتی که رن بکنم
فریم میایم در آلیستی سری کلیک میکنم. ببینید نام عکس برای ما شما گرفت. خب نام عکس گرفت. من میگم از نمی نام که کدام عکس در اون فولدر داریم باید دوجه چی کنه نمی جا نشان بده. خیلی به خاطر این کار من یک دانه لیبل دیجا میگیرم. خب یک دانه لیبل دیجا میگیرم. باید دینامی لیبل باید عکس چی کنه نشان بده. خیلی ایره خالی میمانم. نام لیبلش رو کاپی میکنم. خب نام لیبلش رو چی کردم کاپی گرفتم. ببینید برشان میگم لیبل دارت set icon و دیجا نیو ایمیج آیکن نوشته میکنیم و داخلش ادرس. ای به خاطر ایره که این ایمیج باید ما شما ایمپورت کنیم. در داخلش ادرس نوشته میکنیم. خیلی عکس ما شما در SRC هستی SRC برشان میگم یا قسم میکنم که یا SRC برشان نوشته میکنیم. بعد از او در فولدر SRC فولدر ایمیج است. بعد از او در ایمیج بعد از او با کدام نام که فایل بود با اینمی نام نیم ما شما در اینجا سلیک کردیم. این نیم چی است؟ از کالم دیتا میگیره. خیلی کالم که کدام دیتا است اونمو را باید با اونمو نام چی کنه پیدا کنه. خیلی نیم کانکتینیت کردم همراهش نیم. وقتی که من رن بکنم فریم رن بکنم آلیستی و دیجا ببینین عکس پیدا نکرد. نو پینجی نیسته این نمیاره و بوسترپ دیجا میاره. ببینین بوسترپ پیدا کرد در اوجا نو پینجی را پیدا نکرد دیجا نمیاره. خیلی من میگم که وقتی که نو پینجی بود باید عکس نو دات پینجی باز شود. خب اولی قسم کار میکنم مسحک سلکت رو را که انتخاب میکنم یک مسیج میاره نامش در جپشن پن نشان میده بخاطر که جپشن پن ما دادیم او را گم میکنم. بعد از اون میایم در داخل پروژه ما شما اینمی دیجا یک عکس داریم. باید عکس کدام ایره نو پینجی نام میدم. نو پینجی کسی که عکس نداره اینمی را برشان پیدا کنه. و میایم در دیزاین اینمی چی را لیبل کمی کلان میکنم که هر عکس صحیح معلوم شود. اینمی قسم وقتی که رن بکنم فریم رن بکنم میایم در لیستی ایره کلیک کنم یکس میایه. ایره کلیک کنم به یکس میایه. یکس میایه مثلا ایره کلیک کنم به یکس میایه. یک نفر دیگه اضافه میکنم مثلا خان باشه یا خان واثق باشه مثلا فیسش مثلا 400 باشه استادش مثلا ای باشه و یک عکس اینم یک عکس کاپ میگیرم و نمو عکس برشان میگم. ایره براوز میم در دسکتاپ و اینم یک عکس کاپی میگیرم و اینمی انتخاب میکنم و ارد میگه اپلودید عکس اضافه شد و ارد مکمل شد ارد شد. وقتی که مثلا در بیایم در آلیستی ببینید دیجا آمد و دیجا عکسم نشان میده. این عکس به خاطر که بیخ کلان است باید عکس تان صحیح باشه
خرد بکنین سایزش وقتی که در دیتابیس اپلود میکنین. مثلا در یک جای عکس اضافه میکنین براتان پیش از پیش میگه عکس اندازه تان باید اقسام باشه، بخاطر میگه که در اونجا سایزش اونمو رو انتخاب کرده. خب مکمل عکس هم در اینجا میای هر نفر عکس داره